کبیری وکیل مجلس نمایندگان بود. با کارهای شخصی و حزبیش به مسکو رفت و در وطن مادری بیمار و تشنه دیدار فرزند وفات کرد. با وجود آنکه تمام امکانات‌های مالیوی را در اختیار داشت، به جنازه مادرش نآمد. حالان که همه روزه در مسیر مسکو دوشنبه 6 ریس پرواز موجود بود. کبیری منفیت‌های خود را از جنازه و گسیل مادر در راه آخرین بالا گذاشت. محمد اقبال صدرالدین عیناً چنین رفتار سرکرده معنویش را نسبت به پدر خود تکرار کرد. یعنی به زیاده از 20 ریس پرواز سمالیات‌ها بین فرانسه و پولشا حرکت بی‌محدود قطاره و اتوبوس‌های مسافرکش نگاه نکرده به جنازه پدرش نآمد. پدر پرارمان دنیا را ترک کرد و پسر حتی پس از مرگش او را نبخشید.